این مدل که هر مسئولی کنار میره تازه پرونده هاش پیش میاد و تازه جرأت ازش به وجود میاد که اصلا بشه سوال کرد و حرف در موردش زد. حالا خیلی از بزرگوارا کنار میرن هم تا 10-20 سال سایه‌شون انقدر پررنگی که در موردشون هنوز کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه. ولی میگم اینا خیلی روشنه در مورد اموالی که دستشونه، در مورد اختیاراتشون باید تو دوره خودشون حرف زده بشه. حالا اون بخش از دوستان ما که طعم برخوردهای تو دوره آقای آمل چشیدن میفهمن من چی میگم، که این فضای خوبی که در فضای رسانه‌ای به وجود اومده الان میشه در مورد اتهامات آقای آملی کسان دیگه اینا حرف زد، در مورد تو دوره خودشون بزرگوارا نمیشد حرف زد. نه که مسائل قضایی و ساختاری ها، فضای رسانه‌ای هم همراهی نمیکرد. همین الان هم همینه. همین الان هم من بعضا در مورد بزرگوارایی که تو مسئولیت دارن سر کارن و از ما شکایت هم کردن، خودشون بچه‌هاشون در حال پیگیری و ایناست، سوال میکنیم، ادبیات کنونی اینه که آقا اینا تضعیف قوه قضاییه و ایناست. یعنی تقویت قوه قضاییه فقط اونایی که نیستن و شما نقد کنی تقویت قوه قضاییه، اونایی که هستن و ازشون سوال بپرسی تضعیف قوه قضاییه. مثلا به عنوان مثال، به عنوان نمونه ببینید الان، حالا این یک پرونده است، یک نمونه جزئی است دارم میگم، خیلی بحثا کلی تر از این هم. مثلا ببینید دادستان کل کشور آقای منتظری و رئیس دیوان عالی آقای مرتضی مقدم حدود نزدیک 1500 میلیارد املاک دستشون، دست همین دو نفرا، دو تا شخص. اینا متولی وقف یه موقوفه هستن به نام دکتر افشین، یک وکیلی بوده که 30-40 سال پیش، یعنی تو دهه اول انقلاب فوت میکنه، چون فرزندان و بستگانی نداشته این املاک رو وقف میکنه. 2 نفر متولی وقف مشخص کرده، متاسفانه رئیس دیوان عالی و دادستان کل به عنوان متولی وقف مشخص میکنه، برای اینکه آرزوی این که ساختن یک بیمارستان بوده رو برآورده کنه و یک بیمارستان با اموال و املاک این که از لواسون هست تا عباس آباد تهران، بهترین جاهای تهران ملک داره، یه بخشش موقوفه است، یه بخشش هبه است. اینا بسید. الان چند سال میگذره، قریب 30-40 سال داره میگذره، یه بیمارستان ساخته نشد. این دوتا بزرگوارا که اینا شخص حقیقی نیستن، یه جایگاه که حالا قبل از اینا هم الان هیچ کسی از این بزرگوارا سوال نمیکنه آقا ساختن یه بیمارستان با 1500 میلیارد اموال و املاک واقعا 30-40 سال زمان میبره؟ تو املاک این بزرگوار چه اتفاقاتی داره رخ میده؟ این چون اینا رئیس دیوان عالی و دادستان کلا تو هیچ دوره‌ای کسی جرئت نمیکنه سوال کنه که بگه آقا من الان اصلا بحث سیاسی و امنیتی و چیزای دیگه اصلا ندارم، سوالم در مورد بیمارستانه. میگم 30-40 سال ساختن بیمارستان زمان میبره با اموال یه محروم. آخه این شما مسلمانید، متشرعید، همه در لباس پیغمبرم بزرگوار، این داره روحش آزار میبینه، این وقف کرده، یه آرزویی داشته که یه باقیات و صالحاتی براش وجود بیاد. اتفاقا از قضا مسئول، یعنی نماینده دادستان کل در این املاک هم پسرشون، گل پسرشون مسئول این اموال و این املاک که قراره این بیمارستان ساخته. حالا 30-40 سال گذشته، نمیدونم چند صد سال طول میکشه تا یه بیمارستان برای این محروم با 1500 میلیارد. این وظیفه رسانه است که سوال بپرسن. بله از دادستان کل سوال پرسیدن سخته، ترسناکه. یعنی من در موضوع پرونده آقای اینا کمالخانی نماینده تفرش که جاهل مدرک بود و بحث‌های دیگه صورت گرفته بود امثال هم، خب من از ایشون یه سری مطالبی و یه سری سوالات و اینایی پرسیده شد که حالا منجر به بیرون موندنشون از مجلس شد. خدا رو شکر که حالا بزرگوارای دیگه این بود اصلا جایشون رو پر کنن. یه بخشش این بود که سوال کردم، گفتم ایشون یک مشارکت حقوقی هم با یه دونه از پسرای دادستان کل داشته. حالا اینم یه موردی قابل تحمل، تو سرچ ها اینا با هم همکاری داشتن، هیچ اتهامی هم متوجهشون نکردم. انا در حال رفتن به دادگاه و اینا هستم و شکایت کردن و من پرونده واسه رسانه دارم، ولی دیگه این با سرعت رسیدگی که داره توش صورت میگیره سریع از دادسرای رسانه هم رفت دادگاه کیفری و امثال اون. بله از دادستان کل سوال کردن، خب بزرگوارن، ولی که میگم که آخه این باید فرهنگ بشه در مورد عملکرداشون، نقشاشون، سوال کردن چیز بدی نیست.
از دادستان کل باید سوال بشه که آقا شما در تمام اون